قصه جلیبیب رضی الله عنه که یک مرد، البته حدیث صحیح است، یک جوانی بود، فقیر جوانی بود که صورت زیبا نداشت، به او کسی زن نمیداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ای جلیبیب آیا میخواهی که زن بگیری؟ گفت به من کی زن میدهد؟ منی که فقیر، مال ندارم، صورت بشرم خنک است و اینقدر زیبا نیستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به جلیبیب گفتند به فلان خانه برو، یکی از خانه شرفمندترین، یکی از خانه‌ای که صاحب این خانه شرف داشت، صاحب این خانه دختری زیبا داشت و صاحب این خانه صاحب پول و مال بود، به یک خانه بای دختری زیبا. رفتند و گفتند که مرا به نزد شما رسول الله فرستادند و در شما یک دختری بوده است، باید این دختر رو به من نکاح بکنم. پدر و مادر این دختر راضی نشدند. اما ببینید که این دختری مؤمنه صالحه صحابیه چی گفت؟ ای پدر و مادرم بیستید، ای جوان مرد من راضی هستم به تو. پدر و مادرش میگه که راضی نیستیم، لیکن دختر میگه که نه من راضی هستم به تو، برای اینکه تو را به نزد من رسول الله فرستاده. و این آیت را میگوید که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه ای یصیبهم عذاب الیم. بر حذر باشید، احتیاط باشید، خودتون را نگه دارید ای کسانی که مخالفت به امر رسول الله میکنید. بر حذر باشید که به سبب همین مخالفتی که شما به امر الله رسول میکنید به فتنه گرفتار میشوید، یعنی فتنه در این دنیا گمراه میشید و در روز قیامت به عذاب میروید. یعنی پیشی امر الله و رسول را هیچ چیز نباید بگیرد، نه پدر و مادر، نه زن و فرزند، نه دنیای، نه مال، نه چیزی. هر چیزی که الله و رسول گفت اگر نجات را خواستید همین رو باید قبول بکنید. انمین است کفر بالطاغوت، انمین است که توحید الوهیت با همین سعی می شود. محمد سید طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن